این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی در این راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانشی بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. سمنک غذای آزادگان. آغاز گفتار 34. شنونده ارجمند، سمنک از غذای جشنی و مقدس است که تنها به نوروز علاقه‌مندی دارد. ما یک رده ادواره ها داریم مانای مهرگان، سده، ترگان و غیره که تار و پود روزگار اجداد را در 4 فصل معین مقرر میکنند. در دوران پیشین در گاهنامه خورشیدی اگر روز و ماه موافق میافتاد عید برگزار میشد. یعنی نیاگانمان هر ماه محفل و همایش دایر میکردند. همین طور مردم آریایی 12 جشنواره در هر ماه داشتند. زادروز نیز جشن خانوادگی از مهمان بود که پسان دامن گستر و به همایش طایفه ها، قوم ها، ملت ها و جشن های عمومی بشری تبدیل شد. مثل روز تولد اربابان بزرگ سیاست، متفکران برجسته، شاعران و قهرمانان ملت. در تاجیکستان هر سال روز فردوسی، روز خیام، روز مولوی، روز رودکی و دیگران جشن گرفته می شوند. علامت، رسم، عادت و عرف در این جشنواره ها عمومیت دارند و یکی بر دیگری می افزاید و زینت می بخشد و ارزششان را دوچند می کنند. ولی سمنک و سمنک پزی در این جمله راست نمی گیرد، چی وابسته به شرایط و فرارسیش رمز و نشان قدسی دارد و خاص بهار و جشن سر سال است و سخن معروف و گسترش یافته از مردم این را یقین می کند. سمنک زیبی بهاره، سمنک زنجیره داره، سمنک های شیره داره. عید نوروزی مبارک. از ویژگی های جشنواره است که در روند آماده شدن سمنک مردان دست ندارند، تنها می توانند در خوردنش اشتراک کنند و آماده کردن هیزم. در دهه‌ای که من زاده شدم و قشلاق‌های اطراف زنان ماهری بودند که تا امروز از لذت دسترنج ایشان خاطره دارم، مثل بیبی گلبرگ و آدینما، مامای دلارام و بسگل، اپای ماما جان و زمردبی، عمم خطیچه، زنهای عمک‌هایم بیبی قطبیه و بیبی کمرنیسا نانپز و حلواپز و سمنک پزان مشهور بودند. می گفتند که آنها دستی سبک و شیرین دارند. خاصه در آماده کردن سمنک تنوری که مثل کلچقندها خیلی شیرین و با لذت بودند. برای من خوشایند بود خوردن چنگالی که از آن آماده می شد. نمیدانم با چی جرم خوردنش را با انار دوست می داشتم.
یا از آن بوده که ما انارزار داشتیم و پدرم بیشتری حالتها به غذاها علاوه کردن انار را نقص میدید. برگردیم به احترام و عزت کدمانهایی که روی خطشان نامکمل است. در روزهای عید و جشنها برای دعوتشان جنگ و جنجال از حد بیش می گردید و آنهایی که نیاز به چیزی نداشتند با صبوری و تحمل به خدمت کارافتادگان می رسیدند. در خیالم ماننده در نام پختن سومنک و سمبوسه می بینم که در ابتدا گفتم، شاید برای آنکه محصولات هر دو هم از گیاهند. مادرم در پختن سمبوسه تنوری ماهر بود. روزهای جشن از پودینه لبی جوی‌ها برای مهمانان پدرم امواج و سمبوسه آماده میکرد. طعم و بوی خوشی داشتند. گمانم در مردم کلاب این هم رسم خیلی کهن بود که در آثار مولانای بلخی یاد می شود. و مضمون ساده بیان واقعیت اندک توجه دارم. مراقم سطور دلیل موجودی سمبوسه مهم می نماید. یعنی در دورانی که مولوی بود این نمود غذا بود. او می گوید بس کنه دوست که چون سمبوسه بسیار خوری که زی سمبوسه زی تو بوی گیا می آید. در مورد اصطلاح و زمان پیدایش سومنک اندیشه‌ها یکسان نیستند. عالمان و کارشناسان فکر خود را دارند و مردمان دیهات و قصبه کوهمنظر فکر خود را. اما در دیهات ما کسی پشت و پهلوی واژه سومنک نمی گشت. به یاد بنده هم نرسیده و از کسی به گونه شرحش را نشنیده بودم. اکنون فرضیه های گوناگون پیشنهاد می شود که گویا به این بستگی دارند و عوامانه که بر روایت ها تکیه دارند. آورده می شود سومنک از ریشه سومن یعنی سبزه، سمن یا سمین یا سومن، گلی سفید خوشبوی بهاری و سیملک شهر یافته است که در قطار تخمین زنی های مقرر است. به طریق در ادبیات روایتی زمینه و اساس هم گویا داریم، مثل سیمرغ اگر سخن اطراف سیملک یا سیمنک رود که از سیمرغ پیدا شده است و غیره. چنانه می‌بینید موافقت و برخوردها در میان وجود دارد. به ویژه نسبت واژه و حکمت غذای کهن بنیاد که اصلش را کمتر آموختند. مگر هم هست سرسری و در زمینه روایت‌ها که معتمد نیستند. معنیدادها شرطی بوده، تاریخش گمانی است. چنانه گفته شد تأکید میکنند که واژه سومنک از همان گلی سفید خوشبوی بهاری ریشه دارد. شاید چنین باشد، اما آن را چی عمومیت به غذای جشنی؟ مگر سومنک تنور پخته که می شکافد و با آرد زدن به سفیدی مایل می شود. دیگر ماننده نیست. دیگر ملک واژه عربی است و پس آن به لحن و فرهنگ نیاگان وارد شده و مرادف سروش که نمی توانست در فرهنگ آیین‌های کهن به استواری موقع پیدا کند. اگر از ملک تلقین کنیم پس از باب اندیشه و باورهای اسلامی سمیتی فرضیه میزنیم که به آیین و عنعنه ایرانی عمیقاً اثر نداشته است، ولی عکس آن را ما فراوان برخورده. ولی پهلوی دیگر نیز دارد. غذای فرشتگان، آزادگان، سروشان شاید مردم کوهمنظر به زبان حاکم یعنی عربی و آیین همگیر اسلام موافق گردانده شده باشد. منظورمون همان ملک و ملائکه است. نام اصلی غذا در شکل سومنک در سرچشمه ها وا نمیخورد، ولی از طرز پختن و روند آمادگی یقین است که خیلی قدیمی است. از پیشینیان مواد هم داریم که به پیدایش شربت و غذا قرین است و شاید در طول چند صد ساله تغییرات مقداری دیده است، نه صفتی. ولی مهم از همه این است که این نمونه غذا تا زمان ما با وسیله مردم عادی آورده می شود. با سببی که مدت 1000 سال مردم تاجی اسلام را قبای تازه پوشانید، ولی هیچگاه از راه و روی خدا نگشت و سعی می کرد پدیده های ملی را به مذهب بپیوندد تا بی خلل بمانند. و هم ضرورت بود که عنعنه و رسوم و عرف و آیین مجموعه دانش‌ها و حکمت چند عصره باقی بماند که همه آن را در دامن داشتند. دانشمندان با این وسیله از تکاورگاه جامعه و زیر سم اسب و جهالت اجنبیان آنها را بیرون کشیده، زنده و پاینده به وارثان گذاشتند. دور نبود آن زمانی که نوروز با اتریبوت‌های دیدنی، اخلاق والا، اصول‌های بهداشتی و دانش‌های فراگیرش در زمان شوروی ممنوع شد
ولی خرد و حوادث تاریخ به مردم روش‌های چپ غلط دادن را آموخته بود. یاد بیاورید حالتی که هدیه به حضرت علی بردند. پرسید به چی مناسبت؟ گفتند که نوروز است و آیینش هدیه بخشیدن. عربی طمعکار گفت الها هر روز نوروز باشد. در زمان شوروی جشن‌های را سامان دادند با عنوان عید دهقان، درویشانه، عید بهار که استخوان‌بندیش همان نوروز نیاگان بود. اگر عید نوروز نبود ولی سور و سرور شادمانی، خانه تکانی، آیین لباس دیگر کردن، هدیه بخشیدن، کینه نورزیدن و سمنک پختن بود. مردم کوهمنظر و وادی‌های کلاب روشاد و نیهانی کارهای به جشنواره علاقه داشته را همچون آیین و عرف پدران رعایت می‌کردند. در این راه آگاهان ملت تجربه تلخ را به نسل‌ها واگذاشته بودند. قبلا با ضبطکاری عرب‌ها ادواره‌هایی با آیین و کش پیشین پیوند منسوخ اعلان شدند. قسمتی از علامت و نشانه‌های شایسته تیرگان، مهرگان و نوروز و سده به عید سعید فطر و عید اضحی گذشت. نمونهش عیدگردکی بچه‌ها یعنی همان گلگردانی و به عوضش برداشت هدیه و به شکل دیگر یاد کردن ارواح و ارج گذاشتن به پیشینیان بود. حکمت یقین یا درک عالی توأم بودن انسان و طبیعت با غایه‌های در نظر پیشقدمی سلسله‌ای ساز نگرفت که جشنواره نوروز ممنوع اعلان شد. نمیدانم با چه علتی در فرهنگ زبان تاجیکی شرح سومنک پیدا نکردم. در فرهنگ تازه نشر آمده است. سومنک خوراک حلوا مانند که از شیره دانه‌های سبزان شده گندم میپزند و اساساً در نوروز یعنی سمن، سمنو، سومنک که از لغتنامه‌های پیشین برداشته شدند. ولی در زبان مردم به همین محتوا هست بیت سومنک از گل گندم، سومنک شیره گندم، سومنک از آن مردم، عید نوروزی مبارک. در فرهنگ امید صحیح تر وامی خورد. آنجا گفته می شد سمنو نوی خوراک شبیه به حلوا که از شیره گندمی سبز کرده و آرد می پزند. بیشتر برای عید نوروز درست می کنند و آن را در بساط 7 سین می گذارند. در غیر ایام عید به صورت نظری طبخ می کنند. نظر روان می کنند به یوان جایی که باشد. در روزهای غیر جشنی کم پخته می شد. چرا که حین رستن سبزگیاه ترک و تازه بهاری و تراوت و شیرینی گندم تنها فصل بهار است. و اگر نیز در فصلهای دیگر می پختن خیر می کردن و بینوایان و درمندان می دادن و هم به مسجد و مزارها نظر می بردن. در پژوهش عالمان ایرانی به سمن و سمنو وامی خوریم که اشاره به سمن و یا سمن سبزه مقرری است و از پختن حلوای عیدانه معلومات دادند. میان مردم ما سمن یا یاسمن یاس رستنی با گلهای سفید و بنفش فهمیده می شود، نه سبزه بهاری. در بستگی با درک ماهیت و نگهداشت جزئیات گمانم این نوع غذا بیشتر به مردم خراسان باید منسوب باشد. در شهرستان‌های ایران پسان رواج یافته و وسیله‌های تازه را کسب کرد و گسترش یافت. در شهرستان‌های فرارود معروفتر و تا امروز با ترانه و سرود و موسیقی و دفزنی‌ها باقی مانده است. بدین شهامت و بزرگی که در فرارود است در کشورهای همزبان ور نمی‌خورد. در وادی‌های فرغانه و قشقدریا گفتگوی زبانی تغییر خورده باشد هم واژه سومنک و از جمله آیین‌های نوروزی سومنک پزی خیلی رونق دارد. و هم میان تاجیکان هند از قدیم معروف بوده است سومنک. چنانچه در نوشته محمد حسین برهان آمده است سمنو چیزی است مانند حلوایی تر و آن را از ریشه گندمی سبز شده پزن و به زمین اول آش رشته و آش اوگرا باشد. اکنون چند نقطه در باب هم سوم یا سوما. نقطه دیگری که قابل توجه است امین واژه هاست. اندیشه وجود دارد که سومنک شاید به شربت شادی افزایی، نیرو بخش و دوردارنده مرگ غذای خردمندان نیز بود در رابطه باشد. در این حالت به گذشته پرحوادث می باید فرو رفت و یقین به تاریخ باستانی و رابطه مردمان آریا هندی.
اگر از یک طرف زبانهای هندی و ایرانی یک مبدأ پیدایش دارند، از طرف دیگر در میان هندویان و ایرانیان قدیم از جهت دینی و مذهب و تصورات حماسی و اساطیری نیز همرنگی و شباهت زیاد موجود است. ما می توانیم این همرنگی را در نام خدایان و قهرمانهای تاریخی و اساطیری مشاهده نماییم و هم آنها در پرستش آتش، در تهیه نوشابه مقدس هاوما، خاوما به هندی سوما، در اعتقاد به سخن حکیمانه و سحرآمیز منتر از یکدیگر قریب هیچ تفاوت نداشتند. تاریخ زبان از گردش‌ها و تغییر و بدلشوی همصداها یادداشت فراوان دارد. یقین است که آوازه می تواند به سه بدل شود. چنان همین پدیده را در اسورا ورون ریگویدی و اهورا مزدای ایرانیان به خوبی احساس می کنیم که چی اسورا مطابق اهورا است که هر دو معنی صاحب و حکمران را دارند. در دانشنامه مزدای اسنا آمده است در سراسر اوستا غالباً از هاوم که در ویدی برهمنان سوم یا سومو می باشد سخن می رود. طبق معلومات در بندهای اولی اسنای نهم و 11 از گیاه هاوما یا ساوما بارها یاد می شود. چون که می بینید سخن از اصطلاح می رود نه از ماهیت. هوما سوما گیاه می باشد که از آن شربت نیروبخش شادی افزای آماده می کردند. شستن و بهاون نهادن و فشردن آداب خاصه داشت. در جریان این همه و پختن چند ساعت ادامه می کرد. پاره‌ها از کتاب مقدس اوستا خوانده می شد و خداوند پیش نظرشان بود. و هم شراب مراسمی و مقدس دوردارنده بیماری و درمان بخش بود و هم در مزدای اسنا هم نام ازیدی درمانی است. موافق پژوهش دانشمند تاجیک یوسف نورالیف بیش از 10 نمود هم در کوهستان تاجیک می روید و رستنی زیبایی است. در فرهنگ امید ذکر شده است که گیاه است دارای ساقه کوتاه و پرگره که شیره سفید دارد. در کوههای ایران و افغانستان می روید. ساقه آن را موبد هنگام تلاوت آیت اوستا می کوبد و شیره آن را با آبزور یعنی فشردن مخلوط می کند. در بندهیش هاوم سپیدی در منبخش پاکیزه هر که آن را خورد به مرگ شود و گیاهان را سرور است و آن را گوپرندرخت در کشت می خوانند. به همین رنگ معنی داد شده است. در این رو ابتدا از جوهر صفتی خاصیت و ماهیت میان سومنک و هم عمومیت وجود دارد. چنانچه از روند آماده کردن که هر دو هم افشرده می شوند و پخته در همین جریان آیه و سوره های قدسی منتره ها صدا می دهند و سرود که وابسته به زمان و مکان در یک پایه بودند باقی می مانند. در نظر داشته می شد پاره ها از اوستا و قرآن کریم هیچ نیرو نتوانست همین پهلوهای شدید و استوار روحانیت را به اعتبار بگیرد. بانو کمونیستان نیز از خمیر شوریدن تا ادای آیین‌های جشنی کارا از آیه‌های مقدس آغاز می‌کردند، حتی از قرآن. در مجموع هم و سومنک غذای مقدسند و مراسمی و اسباب و وسیله عبادت. و طبق تحقیقات سالهای آخر شیره گندم نوروستا همان خاصیت جوانبخشی را دارد که هاوما و شیره هر دو سفید است. شنونده ارجمند، درباره سوما چی میتوان افزود؟ پیرامونش محققان بیشتر معلومات میدهند و آن را به صفت رمز نماد ابدی میپذیرند. در فرهنگ نمادها آورده می شود. اساره گیاهی به همین نام است که در هند صورت خدایی می گیرد و سروده های به او اختصاص دارد و قربانی برایش نذر می شود. سوم شیر و اصل جاویدانگی است که آن را عقاب برای فانیان آورده است تا با جذب شدن با خدا و عالم دیگر ارتباط برقرار کند. سوم نیاز خدایان است و نماد مستی مقدس. پایان اقتباس از فرهنگ نمادها. ولی به گمان بنده می تواند یکی از بطن دیگر بیرون بیاید و به دیگری مداومت بخشد و یا تا گسترش ایدئولوژی نو
پهلوی هم ارز وجودیت کنند. اگر تا هجوم عرب ها سوم، هوم، پرخم، شربت شادی افزایی برهم زننده بیماری بود و ممنوع شد، شاید جدی اندیشمندمان که از خاصیت های گندم آگاهی داشت یکی را با علت زمان منسوخ نمود و به دیگری بقا داد. یعنی هوم و شراب بیمرگی که حرام اعلان شد، مردم پخته‌هوش از نیرو و توان بخشی گندم نوخیز و نوخیسته آگاه غذای موافق به زمان و آیین و مقدس را ایجاد کرد. به هر حال خلاصه منطقی این چنین باید، وگرنه در روایت و حکایات اسلامی گندم نیز مقام شایسته را به حدی احسن ندارد، زیرا به وسیله آن آدم از بهشت رانده شد. و بایستی به جزئیات نوبتی توجه کرد که آن در باب خاصیت گندم بود. با ترکیب سومنک غذای عنعنوی نشایسته یا نشسته که از آهر گندم حاصل می شود قرین می باشد. ما آن را سپیرت خشک نامیده ایم و محصولاتی است که خاص ترگان بوده است که نشایسته را از شیره گندم نو درو شده در ماه ایون آماده می کنند. نخست گندم را چچ و باد کرده شسته در ظرف خاصه می خوابانند و 8 روز نگاه می دارند. هر روز آبش را عوض می کنند. سپس آن را افشرده در ظرف دیگر 3 روز نگاه می دارند. هر بگاه آب ظرف را تغییر می دهند. در روز 4 آهر حاصل شده را در سایه پهن و با تراویدن آبش در خلطه های صوفی می گیرند و نخست در ساعت های آفتاب در خانه که درازترین روز است پیشنهادی خانواده می کنند. افضلیت غذا در آن بوده است که از نظر مجاز نه گرم است و نه سرد و برای همه مردم نوابسته به سن و اوضاع مفید می باشد. همزمان نیروده و درمان بخش است. برای آن یادآور از نشایسته شدم که هر موسم و جشنواره در برابر آیین رسوم غذاهای خاصه داشته است که معمول می باشد. چنانکه در سردی یعنی در جشن سده نهاری کاچی بوده و حلوایی تر، غذاهای شیری و روغنی و دیگر انواع در نوروز و مهرگان است که خوردنی های فراوان ذکر می شود و سومنک شناسنامه نوروز بوده است. اما چرا سومنک را با سمن در رابطه می دانند؟ اسراری است که برای ما ناگشاده می ماند، چه که در متنهای زمانی گسترش اسلام در این باب اشاره ها اندک است. حکیم مومن در تحفة المؤمن می نویسد: هم المجوس گیاه ساقش یک عدد و باریک و درشت و گلش زرد و تیره، شبیه به یاسمن و برگش ریزه است و ظاهرا از جنس ارغوان زرد است و نزد برخ بخوری مریم است. ساقه‌های آن به برگ است و این گیاه را از ایران برای معبد پارسیان به هندوستان می آورند. پایان اقتباس. شنونده ارجمند، شاید همین معنیداد علتی است که پژوهشگران میان سومنک و سومن و سمن و یاس همان سیرین رسمین عمومیت جستند. سری پرباری منی خوشی گندم، میلی یاری منی خوشی گندم. جانان بیا رویم صحرا و سرور، دامانی تو را کنیم از گندم بر. عشقی من و تو چو خوشه های پربار، عشقی من و تو چو خوشه های پربار. با قدری یکی دانه گندم بشمر، میلی یاری منی خوشی گندم.
سری پرباری منی خوشه گندم میله یاری منی خوشه گندم از دامنی دشت میرسد بوی بهار خندان لبی مردمان و خندان لبی یار ای با تو زلفانی و راشان بیزم ای با تو زلفانی و راشان بیزم گویی گلی گندم از بری یار بیار میله یاری منی خوشه گندم سری پرباری منی خوشه گندم میله یاری منی خوشه گندم انجام گفتار 34. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.